تیتی نام ترانه‌ایه که از کیاشهر، البته در زمانی اتفاق افتاد که بهش حسن کیادی میگفتند. این تیتی بسیار قشنگ بود، خاطرخواه یک انسانی بود زاغچشم به نام کسی هم خیلی بیقرارش بود، اما عناصر نابخرد در اطراف و اکناف با توسل به تمکن مالیشان دنیایشون را به تلاطم کشیدند. بعد دیدن نه، تیتی زیبایی ملکوتی دارد و تقوای ملکوتی. گفتن بگذارید اینها با هم ازدواج کنن، بعد زودتر می شود به مقصود رسید. اون دوتا وقتی با هم ازدواج کردند، عشق کاری کرد که به هیچ وجه من الوجوه نمیشد و اطراف این دو جدایی انداخت. برای این پاپوش دوختن در قماری که نبود از این دست. این بردن زندان، در زندان لاهیجان. زندان بسیار تلخی داشت لاهیجان اون روزها. تیتی آمد در کنار چپر مشجر چوبی خانه اش که دروازه اش می نامیدند اتراق کرد، کتلی آورد، اونجا نشست. اون سوی جاده را چشم دوخت که کاسیش را برده بودند. شهریور بود، 1 ماه خونه نرفت. بعد رفتن به اطرافیان گفتن که اینو برسانید خونه، این خیلی بیرحمی میکند به خودش. هیچ کاری نمیکرد، فقط همون جاده را نگاه میکرد که ببیند که کسی میاد. این جاده از نگاه تند تیتی سبزه زد و بار آورد و کاسی را به سوی این جاده نیاورد. رسید به مهرماه. دخترهای شهر، پسرهای شهر 7 سال 10 ساله می آمدند، از مادرانشون پدرانشون خونده بودند که این ای کاش می رفت زن یک کسی می شد. چرا این روزگار تلخ را باید تحمل کنه؟ بعد اون بچه ها می آمدن براش دم می گرفتن، براش می خوندن. این همینجوری اینا رو نگاه می کرد. اون چی که برای این می خوندن، الان من بهتون شرح میدم اینجا، عیناً این فولکلوره. بعد تیتی در نگرانی های هوای ابری آذرمایی که منجر به ریزش برف شد، همونجا موند و برف اینقدر ریخت تو سرش که تیتی یخ بست. فردای صبح تیتی را بردند در یکی از روستاهای آستانه اشرفیه یا حسن کیاده. تیتی کسی رو نداشت، کسی هم دیگه نیامده بود. این رو بردند نه در قبرستان عمومی، در یک گوشه از جاده متروکه داخل یک تکه مزرعه
وسط اون مزرعه چالش کردن. بعد از مدتی بالاخره اون قسمت زمین سبز باقی موند. بعد براش نمیدونستن که خیال کردن سیدی از نذر کردن ایرا بعد میبردن نذر نفت میکردن بهش، خیلی مراد میداد. به ویژه بر جای میگفتن که آقا این برای اونهایی که عاشقن نمیتونن به معشوقشون برسند بیداد میکند. خودشون هم نمیدونستن چیه. من چند بار رفتم سر مزارش، بعد شناختند، آمدند، اسمش رو عوض کردن. ولی من باز ماهی یک بار میروم اونجا به زیارت تیتی که عفتش دنیا را ادب میکرد و بسیار بسیار بر آدمهایی که نمیتوانستند تحمل کنند تلخی ایام را انتباه حال میداد. حالا این بچه هایی که برای این زن خوندند، اینو برای شما میخونم